درود به مخاطبین عزیز. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام یه مقداری راجع به پشت پرده های تاریخی با شما صحبت بکنم. کسایی که پشت شاه ایران بودن، کسایی که از نزدیکان شاه ایران بودن و بعد از اون به شاه خیانت کردن. چون چند وقتیه که ما تو برنامه پشت پرده وقتی میایم به یک سری افراد انتقاد میکنیم، سوال میپرسیم، هر پرسش میکنیم، بلافاصله مورد حمله و انتقاد و هجمه این افراد قرار میگیریم که آره شما دارید نفاق ایجاد میکنید، شما دارید تفرقه ایجاد میکنید، شما حق سوال پرسیدن ندارید. هر کسی که به شاهزاده احترام میذاره باید به اطرافیان شاهزاده هم احترام بذاره. اصلا اطرافیان شاهزاده خط قرمز شاهن، باید بهشون احترام گذاشته بشه. این یعنی چی؟ یعنی ما داریم همه تلاش میکنیم که اون سیستم دیکتاتوری بره، اون آخونده بره، اینا بیان با این طرز تفکر، هم با این طرز تفکرشون شاهزاده رو خراب میکنن، هم با این طرز تفکر میخوان یکی رو بیارن اون سیستم دیکتاتوری رو بدتر بکنه. من خودم شاهزاده رو دوست دارم، همیشه گفتم، میگن رفیق اون کسیه که میگه گفتم، دشمن اون کسیه که میگه میخواستم بگم. سیستم همینه. من اگر میخوام برادریمو ثابت بکنم، اگر میخوام نقش خودم رو به عنوان یک آدم تاثیرگذار رسانه‌ای ایفا بکنم، هر زمان که اشتباهی میبینم، هر زمان که خطایی میبینم، باید بیام شجاعانه بگم ببخشید مگه اینجا دربار منم ملیجکشم هر کسی رو اونجا دیدم چه خوب چه بد بخوام براش بمالم و بخوام براش چاپلوسی بکنم و بگم که ای هلو، ای شفتالو، تو عالی، تو خوبی، چون طرف سمت. نمیشه. بعد میگن الان وقتش نیست. کی وقتشه؟ توی دوسلدورف تجمع گذاشته بودن برای این پادشاهی خواه، آلمانیا از دور میدیدن، گفتن کنسرته. چرا؟ چون 4 تا خواننده آورده بودن اونجا، داشت خوانندگی میکرد. بس این کنسرت آلمانیا میگفت، نمیگفت آقا یه تجمع اعتراضیه. جرأت داشت من کسی اعتراض؟ چی شما داری به شاهی نجفی توهین میکنی؟ شما داری به اطرافیان شاهزاده؟ آقا 4 تا آلمانی بیارید، آلمانی اونجا صحبت بکنن. حالا بیا اینا بگو الان وقتش نیست. از کی وقتش؟ الان که دارن کنسرت میذارن کاسبی میکنن. به شما میگم دیگه. حالا بریم صحبت‌های اول یه سری از این افراد نزدیک به شاهزاده رو بشنویم، ببینیم نگاهشون چیه. کافی نیست که من بگم شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر انقلاب قبول دارم، رهبری انقلاب شیر و خورشید در واقع میپذیرم، ولی مثلا دفتر رو نمیپذیرم، تیم مشاوران رو نمیپذیرم، پروژه شکوفایی رو نمیپذیرم، دفترچه گذار و اون برنامه رو نمیپذیرم. نه. ببین ایشون نقش فکر کنم بلبل و سخنگوی دفتر شاهزاده رو دارن. یعنی چی کافی نیست؟ بارها گفتم، تو ویدیوهای قبلی هم گفتم، یعنی چی ما اگر شاهزاده رو قبول داریم باید اطرافیانش رو هم قبول داشته باشیم؟ بعد وقتی که ایشون این ویدیو رو منتشر کرده، چرا دفتر شاهزاده نیومده این قضیه رو تکذیب بکنه؟ چون ایشون داره میماله برای اطرافیان شاهزاده، چون داره حرفای قشنگی میزنه که اطرافیان شاهزاده دوست دارن. یعنی چی کافی نیست؟ یعنی من اگر فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد رفتاری یا عیب و ایرادی از نزدیکان شاهزاده دیدم، حق انتقاد ندارم؟ حق اینو ندارم صحبت بکنم چون شاهزاده رو قبول دارم بعد اطرافیانش هم قبول داشته باشم؟ ببخشید پس شما چه فرقی با آخونده دارید؟ شما چه فرقی با خامنه ای دارید؟ شما چه فرقی با سپاه دارید؟ اونا هم میگن هر کی به بیت توهین بکنه، هر کی به اطراف بیت توهین بکنه، هر کی به سپاه توهین بکنه، هر کی به خامنه ای و مجتبی خامنه‌ای توهین بکنه و بهشون انتقاد بکنه، میگیرن و میبرن دیگه. شما هم شوید دقیقاً مثل اونا. چه فرقی با اونا میکنید؟ بعد دفتر شما چرا نمیرید این افراد تکذیب بکنید؟ داره میماله؟ این که نمیشه. بابا اینی که من دارم میگم حرف مردمه ها. فکر نکنید من رفتم اونجا مثل این آدمای مفنگی که اصلا یه چیزی کشیدم دارم این حرفا رو میزنم. اینا داره ضربه میزنه به اعتبار شاهزاده ها. حالا جلوتر به شما نشون خواهم داد چه کسایی نزدیک شاه فقید بودن و بهش خیانت کردن. حسین فردوس بهش میپردازیم تو این ویدیو.
ادامه صحبتش رو بشنویم. حالا یه نکته‌ای داره به حسین فردوس و نزدیکان شاه هم میپردازم که چجوری به شاه خیانت کردن. کاری نداره. اینجاش جالبه میگه که ما اصلا انتقادمون چی بود؟ آقا اینا دارن از اسم جاوید ناما سوء استفاده میکنن، تور کنسرت به اسم جاوید شاه که قبلا انتقاد کردم و هم میدونید، ولی نکته داره، اینجاشو گوش بدید. اگر کسی چنین قدرت اقتصادی داره، ما که من آرتیست و بسیاری از عزیزان دیگه، میگه که کسی قدرت اقتصادی داره به ما کنسرت بذاره. اینجاشو گوش بدید که احتمالاً در مرحله فتوسنتز هستیم. یعنی ما تو مرحله فتوسنتزیم، درآمدی نداریم، چون ما خواننده بودیم، مثلا خواننده انقلابی بودیم، ما درآمد نداریم، الان باید کنسرت بذاریم. اینجا رو گوش بدید. چون اون نفر گفته بود اینا از اسرائیل و چیز پول میگیرن، ما احتمالاً اینه دیگه. یعنی شما از محله عزیز من، این انقلابی که اتفاق افتاد، این کشت و کشتاری که اتفاق افتاد، آقای شاهین نجفی، واسه هر کسی نون نداشت، واسه شخص جناب عالی نون داشت. با سند و مدرک بهتون نشون میدم، میتونید برید توی اینترنت سرچ بکنید. یعنی میخوام به شما بگم وقتی ما انتقاد میکنیم، با فکت انتقاد میکنیم. ایشون کسیه که مورد تایید دفتر شاهه و از اطرافیان شاهزاده است. ببینید با یه سرچ ساده تو اینترنت میتونید خودتون برید سرچ بکنید. مقدار ویو و مقدار پلی شدن آهنگ‌های ایشون رو شما میتونید برید ببینید توی پلتفرم‌های مختلف، سایت‌های مختلف هم هست. میتونید برید ببینید که توی اسپاتیفای، توی یوتیوب، توی سرچ شازم، توی تیک تاک، توی اینستاگرام و جاهای دیگه ایشون آهنگ شاهرایشون، آهنگ جاوید شاه ریمیکسش و آهنگ خود جاوید شاه که خوندن واسه ایشون درآمد داشته. این آهنگایی هست که شما توی اینستاگرامتون استوری میکنید، آهنگای شاهین نجفی رو، با هر 1 دقیقه استوری که شما برای شاهین نجفی میذارید واسه ایشون درآمد داشته. شما با فتوسنتز زندگی نمی‌کردی آقای شاهین نجفی ها. شما با آهنگا در پلتفرم‌های یوتیوب، گوگل پلی، اسپاتیفای، تیک تاک، موزیک اینستاگرام و جای دیگه با موزیک‌های انقلابی شما درآمد داشتی. هیچ خواننده‌ای اندازه شما و حامد فرد درآمد نداشته. حامد فرد موزیک‌های انقلابی خوند چون سوراخو پیدا کرده بود. شما چه فرقی با خواننده‌های دیگه دارید؟ شما با موزیک انقلابی درآمد کسب کردید. ایرادم نداره، حالا کسب کردید، با کسی با این قضیه مشکلی نمیبینه، ولی نیاد بگید من تو مرحله فتوسنتزم. من دیتاهای شما رو دادم به هوش مصنوعی، شما هم میتونید بدید و تحلیل و آنالیز کرده که ایشون در بازه زمانی 3 ماه گذشته بین 28 تا 35 هزار دلار در مجموع پلتفرم های مختلف درآمد داشته. بلوش 7 میلیارد تومان به پول ایران. حالا اومده میانگین زده، گفته که بین 16 تا دست کمش رو گفته که 25,000 دلار و پلتفرم های مختلف هم نوشته. شما میتونید برید داده ها رو به هوش مصنوعی بهتون دیتا رو بده، خیلی چیز پیچیده ای نیست. با چت جی پی تی هم ساده میتونید بدید پلتفرم های مختلفش. اسپاتیفایش بین 6 تا 10,000 دلار، اپل میوزیکش بین 3 تا 9,000 دلار. دقیق نمیده چون دسترسی کسی به پلتفرم های اینا نداره. یوتیوب همینطور، اینستاگرام همینطور، تیک تاک و سایر پلتفرم‌ها. در صدر این درآمدهایی که شما داشتید آهنگ جاوید شاهتون بیشترین درآمد داشته، تا 14,000 دلار شما درآمد داشتید آقای شاهین نجفی. ریمیکس این آهنگتون تا 4,000 دلار. آهنگ شاهرا که تازه منتشر کردید، جنگ و چیزهای دیگه. پس شما طبق این بازه زمانی که 3 ماه گذشته بوده، شما درآمدت از بقیه بیشتر بوده. پس نیا ادعا بکن که من در مرحله فتوسنتز بودم، چون شما درآمد داشتی. حالا وقتی ما میایم انتقاد میکنیم، دارید اطراف شاه رو میزنید. قدیما مثل بازی شطرنج سربازا جلو بودن، از شاه محافظت میکردن. تمام مهره‌ها مثل بازی شطرنج از شاه مراقبت میکردن، چون فرمان روا بود. اگه شاه بخوره همه مات میشن، بازی باخته میشه. الان جدیداً برعکس شده، شاه رو سپر میکنن، سربازا میرن پشتش قایم میشن، میگن این شاهه، پس شما دارید توهین میکنید به شاه، به اطرافیان شاه هم دارید توهین میکنید. مدم شده. یه سری بلاگرای دوزاری هم الان همین مسیر رو، همین سوراخ رو پیدا کردن. ببینید این همه سال که
آگاهیه جمعی ما ملت ایران چسب کردیم، دوباره بیان مهره شاه ها بدیم جاش توپ فوتبال بگیره. اینجاش که داره به علی کریمی حمله میکنه. زهی خیال خامون باطل. ما دیگه نمیذاریم مهره شاه تو بازی شطرنج ایرانمون کیش و مات بشه. هر حمله‌ای به سربازان شاه، هر حمله‌ای به اطرافیان شاه و خود شاه در هر جایی که دیدید و محکوم بکنید و اون صفحه و اون کاراکتر رو برای همیشه ترجیحش بکنه و بذارین به حالت خودش تو باطلاق ایران ستیزیش گیر بیفته. هر گونه حمله به اطرافیان شاهزاده، بعد میخواد جمله رو تکمیل کنه میگه خود شاه. کی به خود شاهزاده توهین کرده؟ کی به خود شاهزاده حمله کرده؟ این ویدیوها رو اطرافیان شاهزاده کوک میکنن، یه عده براشون خوش رقصی بکنن. بابا خود شاهزاده میگه آقا من نمیخوام شاه بشم. 20 بار 200 بار تو تمام مصاحبهاش گفته آقا من نمیخوام شاه بشم، من میخوام رهبر دوران گذار باشم. این اطرافیانش یه هول میدن نه این میخواد شاه بشه، اینو شاه بکنیم. چرا؟ چون اگه اون شاه بشه اینا میشن وزیر دیگه، اون اگه شاه نشه اینا هم وزیر نمیشن. اونا در شاه نشدن شاه ضرر میکنن، ولی شاه یه نگاه دیگه ای داره. اونا مشکل وزیر شدن خودشونو میبینن. اون یکی که میگه صدا و سیما برای خودمه، اون یکی میگه برای من شرکت نفت رو بذارید، اون یکی میگه برای من شرکت گاز رو بذارید، اون یکی میگه برای من اطلاعات رو بذارید، اون یکی میگه برای من رئیس رادیو تلویزیون رو من بدون، اون یکی میگه برای من ساواک رو بدید. اسم ساواک اومد، حالا میریم جلوتر. میخوام به شما بگم که همیشه خیانت ها، همیشه نفوذ ها از نزدیکان اون آدم بوده. شما که وقتی میاد این حرفا رو میزنید یه مش آدمای از دید من بی سوادید که تاریخ رو نخوندید. هر کی هم که بیاد به مردم آگاهی بده باش مشکل دارید. فرقی نمیکنه چه به شاهین نجفی بخواد توهین بکنه چه به شخص دیگه ای. شماها با اطلاعات و آگاهی دادن به مردم مشکل دارید. سیستم دیکتاتوری میدونید چی میگه؟ میگه مردم رو همیشه گشنه و ناآگاه نگهدار تا بتونی روشون حکومت بکنی. شما با اینکه مردم آگاه بشن، شما با اینکه مردم گذشته رو بدونن مشکل دارید. خود شاه یکی از صمیمیترین رفیقهای دوران بچگیش و یکی از نزدیکترین آدمهاش بهش خیانت کرد. چون اطراف شاه بود ما نباید بهش انتقاد میکردیم. داریم میبینیم دیگه چهره حسین فردوس رو. حسین فردوس کی بود؟ متولد 1296 توی تهران. پدرش افسر جزء ژاندارمری بود. از کودکی وارد مدرسه نظام شد دیگه. رضا شاه فقید اومد همراه ولیعهد همین محمد رضا پهلوی یا محمد رضا شاه اونو فرستاد سوئیس. فکر کنم مدرسه لروزه بود اگه اشتباه نکنم، حالا اسمش اگه تو سوئیس فرستاده. و همین حسین فردوس فقط دوست شاه نبودا، تبدیل شده بود به کسی که شاه تقریبا بهش اعتماد کامل داشت. شاه بعدها تو خاطراتش میگه که فردوس تنها کسی بود که بدون اجازه میتونست وارد اتاقش بشه. این یعنی میزان نفوذ وحشتناک حسین فردوس. خیلی ساواک رو فقط با اسم نصیری و پاکروان میشناسن دیگه. حالا اینا که تاریخ نخوندن بی سوادن، ولی خب ساواک خیلی با اسم نصیری و پاکروان میشناسن. اما پشت صحنه فردوس یکی از اصلی ترین مغزهای امنیتی کشور بود. رئیس دفتر ویژه اطلاعات شاه بود، قائم مقام ساواک بود، مسئول ارتباطات اطلاعات ارتش و دربار امنیت بود، ناظر مستقیم گزارش‌های محرمانه بود. تقریبا تمام گزارش‌های مهم قبل از رسیدن به شاه از کانال و فیلتر فردوس عبور می‌کرد. برخی تاریخ نویسان میگن که شاه به هیچ کس به اندازه فردوس اعتماد نداشت. حالا چرا بهش میگفتن خائن؟ به خاطر سقوط عجیب ساواک. بزرگترین سوال تاریخ پهلوی اینه چطور دستگاه‌هایی مثل ساواک با اون همه قدرت ناگهان موقع انقلاب فرو پاشیدن. و همه اون آدم‌هایی که تاریخ پهلوی، سیستم پادشاهی پهلوی رو میدونن که فردوس
عملا سیستم امنیتی و ساواک رو فلج کرده بود. تو روزهای آخر انقلاب ایران ساواک تقریبا بیعمل شده بود. بسیاری از اسناد نابود شده بود. شبکه‌های امنیتی یهو از کار افتاده بودن. ارتش و اطلاعات اون ارتش هماهنگی لازم رو نداشتن. فردوس تقریبا، یا بهتر بگم دقیقاً وسط این ساختار بود. و جالبه بعد از انقلاب تو ایران موند. تقریبا همه مقامات بلندپایه بعد از اینکه انقلاب شد از ایران فرار کردن. شاه از ایران رفت، نصیری فرار کرد، ژنرال ها هم فرار کردن. اما همین حسین فردوس تو ایران موند و اعدام هم نشد. و خیلی هم میگفتن که قطعا همکاری کرده با جمهوری اسلامی. بعد از انقلاب هم گزارش اومد که فردوس با نیروهای انقلابی همکاری کرده بوده، اطلاعات ساواک رو منتقل میکرده، در بازسازی ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی نقش مشورتی داشته. بخشی از ساختار اولیه وزارت اطلاعات ایران از تجربه های همین حسین فردوس بوده، بازداشت ها و تکنیک های اعتراف گیری. بعد از انقلاب هم گفتن مدتی بازداشت شد. نه شکنجه علنی شد، نه اعدام شد، نه حذف شد. بعدن هم پروژه به اسم خاطرات حسین فردوس منتشر شد، کتابی به اسم ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. برید این کتابو بخونید دیگه، مثل بمب ترکید دیگه، چون فردوس داخلش بود و اومده بود داخلش از فساد دربار گفته بود، ضعف شاه گفته بود، همش هم به دروغ. نفوذ خارجی ها، روابط پشت پرده، فساد خانواده سلطنتی، نقش انگلیس و امریکا رو اومده بود به دروغ توش گفته بود و گفته بودن بزرگترین افشاگری های فردوس درباره شاه. فردوس تو این کتاب ادعا میکنه که به شدت شاه وابسته به غرب بوده، اعتماد به نفس نداشته، تصمیم گیری مستقل کمی داشته، بسیاری از مسائل کشور ازش بیخبر بوده. درباره اشرف پهلوی کلی بهش توهین کرده بود. گفته بود که توی قاچاق و فساد اقتصادی نقش داشته، شبکه نفوذ مالی داشته، بعضی از انتصابات رو کنترل میکرده. خود فردوس گفته بود که ساواک پر از فساد، بسیاری از گزارشاش ساختگی بوده، شاه واقعیت جامعه رو نمیگفته و تئوری‌های توطئه رو انجام میداده. تئوری‌های توطئه هم توی کتابش اومده بود گفته بوده که مثلا اومده بود گفته بود که بعضیا، جالبه بدونید دیگه، معتقدن که فردوس از اول به سرویس اطلاعاتی بریتانیا نزدیک بوده. دلیلش هم این بوده که مدرسه‌ای بوده که تو سوئیس بوده، نفوذ عجیبش بوده و اطلاعات گستردش از سیستم ساواک که بعد از انقلاب بوده، اما خب حالا هیچ سندی وجود نداشته. میگفتن همین فردوس شاه رو فروخته بوده. توی اون روزهای آخر شاه رو تنها گذاشته و عملاً حکومت رو دو دستی تحویل جمهوری اسلامی داده. از تجربیات امنیتی ساواک استفاده کرده داره سیستم جدید. بعد اون هم یه مرگ مرموز داشت که سال 1366 فوت کرد. مرگش هم همیشه مبهم بود دیگه، ازش سوء استفاده کردن. بعدش هم گفتن که حالا سرطان بوده یا بیماری بوده و چیزهای دیگه. حذف آدم‌های اطلاعاتی، مرگ یه سری آدم‌ها، جلوگیری از چیزهای دیگه، حالا خیلی از موضوعات مختلفی هستش که حالا بعداً بهش میپردازیم. حسین فردوس یکی از معدود آدمایی بود که هم قلب حکومت پهلوی رو دیده بود، هم سقوطش و هم بعد انقلاب هم زنده مونده بود. همین باعث شده بود که هنوز بعد از دهه‌ها اسمش با رمز راز خیانت و بازی‌های اطلاعاتی گره خورده. حالا چون نزدیک شاه بوده، چون اطراف شاه بوده، بعد واکسینه می‌شده. حسین فردوس یک قائم مقام امنیتی نبوده. کسی بوده که بیشترین رازها و اطلاعات پهلوی رو میدونسته. کسی که واقعا خیانت کرد دیگه، مردی که حالا هنوز نامرد بوده، مردم نبوده. بعد از دهها هنوز خیلی ها حقیقت کامل رو راجبش نمیدونن و راجبش حقیقت کامل رو نگفتن. حالا این بی سوادا چون تاریخ رو نمیدونن، مصدقم یکی از کسایی بوده که به شاه خیانت کرد. شما چون تاریخ رو نخوندید، شماها چون بی سوادید، یا شایدم میدونید و سکوت کردید، چون نون رو توی مالیدن میدونید، دوست ندارید که از گذشته درس بگیرید، دوست ندارید از گذشته یاد بگیرید. ولی اگر انتقادی
رو آدم میبینه، اگر اشکالی رو آدم میبینه، بعد خیلی شفاف و سریع بیاد اینو بگه. بعد میگن یارو داره تفرقه میندازه. چه تفرقه‌ای؟ من که دارم کار خودمو میکنم، افشاگری خودمو دارم میکنم. علی کریمی داره تفرقه میندازه. ولی علی کریمی اومد گفت آقا کنسرت نذارید، عادی سازی نکنید. شما که دارید اونی که کنسرت داره برگزار میکنه، میگن علی کریمی داره تفرقه میندازه. امین فردین چون داره واقعیتو میگه داره تفرقه میندازه. اونی که داره کنسرت میذاره، اونی که داره از اسم جاویدنامه سوء استفاده میکنه، اونی که به دروغ میگه من دارم فتوسنتز میکنم، حالا مشخص شده که آهنگ جاوید شاه و شاهرایش درآمد براش داشته، اون تفرقه نمیندازه. اونا تفرقه ننداختن. اونایی که دارن از نام جاوید شاه و از شعار جاوید شاه سوء استفاده میکنن، اونا تفرقه ننداختن. مایی که داریم میگیم آقا دارن سوء استفاده میکنن، ما داریم تفرقه میندازیم. باشه تو خوب. مردم هم نمیفهمن. مردم دیگه آگاه شدن. مردم میدونن که حقیقت کدوم سمته. امیدوارم دفتر شاه اگر این ویدیو رو دید واکنششون بده و بیاد یه جوابیه بده به مردم. آقا بله خود شاهزاده، شما حرف خود شاهزاده رو هم قبول نمی‌کنید؟ پشت چی قایم شدید؟ بعد حرف از گذشته میزنن. این با سایت های شرط بندی لایف گذاشته بوده فلان بود. شما حرف از گذشته میزنید؟ شما که دست خودتون که هی میخوام نشون ندم، هی میخوام راجع به گذشته صحبت نکنم، نمیشه. باید یه سری چیزها رو گفت. شما از گذشته میگید، گذشته های خودتون که از همه بدتره. که یه نمونهش رو بهتون نشون میدم، برم که پیدا بکنم و ببینید داستان. بفهمید. ایشون خواننده، اینو بزرگش کنم، ایشون حامد فرد دیگه. تو گذشته چی خونده؟ مگه نمیگید گذشته یارو با سایت های شرط بندی لایو گذاشته؟ شما چه گذشته ای داشتید؟ بشنوید. ببین چی میگه. میگه درود به فلسطین و مرگ بر اسرائیل. یه بار دیگه صدا کمتر بود. باید روزی رو ببینم دور از آزار و کشتارم، اون روزی که همگی آزاد و خوشین و مرگ بر اسرائیل. یه بار دیگه مثل اینکه نشیدید. 10 بار براتون پلی میکنم. پس درود به فلسطین و مرگ بر اسرائیل. پس درود به فلسطین و مرگ بر اسرائیل. پس درود به فلسطین و مرگ بر اسرائیل. این پیامو میدم من به هر کی مقصر، باید آرامش برگرده به مردم خسته. ببین یه شخصی تو گذشته، حالا بر اساس شغلش، بر اساس چیزی که داشته، خواننده پاپ بوده، میخواسته مجوز بگیره، بعد قاچاخواری اون سیستمو میکرد به هر دلیلی. شما که رپر بودی میدونستی بهت مجوز نمیدن، کسی هم تحت فشار نذاشتتت. رفته با اون کماله است سخنگوی اسرائیلی، دونه ویدیو دیدم که با اون آدم هم، یعنی اون کمال سخنگوی اسرائیل، اگر میدونست تو این آهنگو خوندی گفتی درود بر غزه و مرگ بر اسرائیل، همونجا کمال میورد در میورد میذاشت تو دستت. خود اون شاهین نجفیش هم همینطور. شما حرف از گذشته آدما میزنی. خود نزدیکای شاهزاده شاه دیگه، حالا چند نفرید؟ یکیتون هم هست، حالا اول اسمش هم حالا نمیگم، بلش کن. توی جمعی نشسته بود تو دفتر شاهزاده، اسم من اومده بوده. نه این اوکی نیست با این، حالا بعدا میگم اول اسمشو، سعید قاسمی نژاد. نه حالا ولش کن. آیه قاسمی نژاد، آیه سعید قاسمی نژاد، شما با چه سند و مدرکی به من برچسب میزنی تو دفتر شاه؟ گذشته شما رو من بیارم آیه قاسمی نژاد. شما که تا 3-4 سال پیش خود شاهزاده رو فحش میدادی مرد حسابی. حالا من شدم بده؟ هی ما میگیم که هیچی نگیم، هی ما میگیم هیچی نگیم، هی میخوایم خودمونو
ساکت نگه داریم. آقای امیرحسین اعتمادی، شما که گذشته تو دفتر کروبی بودی برادر من، دوست دخترت تو دفتر کروبی بوده. شما نزدیک شما گذشته خودتون رو نگاه بکنید، یه ورق بزنید. هیچ ایرادی نداره، آدما تغییر میکنن. دمت گرم. من شنیدم از اطرافیان، از 2-3 نفر که به شما نزدیکن، از شما خیلی تعریف میکنن. من که با شما هیچ برخوردی نداشتم. خب ولی من شنیدم که توی جلسه آقای سعید قاسمی نژاد نشسته بود راجع من حرف زده. آقای سعید قاسمی نژاد، شما مگه من از نزدیک میشناسی؟ شما چند بار با من تلفنی حرف زدی؟ بغل دست شاهین، جز نفرات مورد اعتماد شاهزاده هم هستی. شما هنوز نه حکومتی رفته، نه شما اومدی قدرتی بگیری، هنوز هیچ جایگاهی نداری. برچسب میزنی به آدم. یه بار شده به من زنگ بزنی بابا من دیگه رسانه دارم مرد حسابی. یک کدومتون به من زنگ زده نه اینو باید سانسورش بکنیم، اینو نباید راجبش صحبت بکنیم، این حاشیه داره. حاشیه رو شماها دارید. ببین کسی که از گذشته خودش بترسه، از امین فردین هم میترسه. این اسمش تفرقه انداختن نیست. تفرقه انداختن رو بذارید کنار. من به همه شما احترام میذارم، میگم آقا هر کسی گذشته‌ای داشته، هیچ ایرادی نداره. آدما بابا خودش، شما به من میگی که این بابا به من انگ جمهوری اسلامی زدم. بابا خود شاهزاده، خود آقای شاهزاده رضا پهلوی میاد میگه چی میگه؟ میاد میگه آقا ما باید آدم‌های اطلاعاتی داخل ایران رو جذب بکنیم. حرف خودش مگه نیست؟ میگه آقا ما باید یه سری آدم‌های امنیتی داخل، اصلا بابا فراخوان گذاشته بودید، خدای سعید قاسمی نژاد اومدید گفتید که 50,000 نفر از نیروهای ارتشی تو ایران به ما پیوستن. چجور اونا به شما جذب بشن؟ چجور اونا بیان به شما وصل بشن؟ این بد نیست، خوبه. آقا برید تو 10 سال گذشته ویدیوهای منو بیا، آقای سعید قاسمی نژاد، آقای امیرحسین اعتمادی، آقای شاهین نجفی، آقای حامد فرد، آقایون نزدیک به شاهزاده، برید ویدیوی 10 سال گذشته منو بیارید. یک دونه توهین از من پیدا نمی‌کنید به شاهزاده. یک دونه توهین. بلکه یه ویدیو برای تاملی ساختم که حالا جدیداً هم دارم برای مسجودی میسازم که چجوری براش پرونده ساختن، اونو هم میبینید کامل. فردا هم دادگاهشه. طبق این حالا نمیدونم ویدیو رو شما کی میبینید، 26م دادگاهشه توی کانادا، دادگاه اون قاتل است. بلکه راجع به تاملی ویدیو ساختم، خود تاملی و همسرش از من تشکر کردن به خاطر اینکه اومدم به مردم گفتم آقا اون چیزی که دستگاه اطلاعاتی امنیتی دارن، همون بلایی که سر برای عزیز آوردن و اون انگایی که به اون زدن، دارن به یاسمین پهلوی و شاهزاده هم میزنن. یه ویدیو ساختم بیش از 10 میلیون ویو خورد تو اینستاگرام، نشون به اون نشون که خانم یاسمین پهلوی به یکی از نزدیکاش گفته بوده که ما اصلا شوک شدیم این ویدیو اومده بیرون. برای اولین بار یه شخصی برای آقا برید بپرسید از خانم یاسمین پهلوی، نزدیکتونه دیگه، دفتر شاید دیگه، برید بپرسید ازش. گفته بوده برای اولین بار یه شخصی برای ما ویدیو ساخته، حقیقتو گفته، نه از ما دفاع کرده، حقیقتو گفته و از ما چیزی نخواسته، از ما پولی نخواسته، از ما امتیازی نخواسته. حتی به چند تا از نزدیکاش گفته بوده شما اینو سفارش داده بودید به آقای فردین بسازه. نه، برید بپرسید دیگه. بابا من این نمیام چیزی رو بگم، شما فکر میکنید که ما گاف تشریف داریم، ما توی لیگ دیگه تشریف داریم. من مثل شما مالیدن بلد نیستم. من واقعیت رو میام میگم. من که میگم یه تفکر پشتشا، منیته یعنی ان بودن از دید من، ببخشید با این واژه استفاده میکنم. ما هی میام میگم ما تا حرفی میزنیم نه آقا
اون شاهین نجفی به عنوان کسی که از دفتر شاه بلند شده رفته توی کانادا سخنرانی کرده، میاد رو استیج میاد میگه هر کی از سمت شاهزاده نباشه از ما نیست، هر کی از فلان جا نباشه از ما نیست. بعد دفترش رو سکوت میکنه. بابا بیا تکذیب بکنید این قضیه رو. تو لندن بلند شدن رفتن مغازه‌های مردم رو تهدید کردن باید عکس شاهزاده رو بزنید. به زور فیلمش اومده بود بیرون، مگه ندیدید؟ مردم رو تو سوئد و جاهای دیگه مردم یقه کردن آقا به زور باید برید عکس شاهزاده رو بزنید. آقا دفترش رو به تکذیب بکن. آقا شاید یه کسی سیستم پهلوی رو خوشش نیاد، آخوندا رو هم خوشش نیاد، ولی ایران رو دوست داشته باشه. تو بعد به زور بگی باید تو پهلوی رو دوست داشته باشی، طرف تو ایران مغازه ایرانی داره. این میشه دیکتاتوری. بابا مردم اینا رو اینا نقاط ضعف هیچکی بهتون نمیگه. هیچکی بهتون نمیگه. خیالتون راحت، من دارم بهتون میگم. مردم اینا رو میبینن و جرأت هم ندارن خیلیشون واقعیت رو به شما بگن. ورداشتن که آقا خود شاهزاده ببینید من مجبورم آقا مثل این که من بعد فکت به شما نشون بدم. مثل این که دوستان خیلی میونه خوبی بدون فکت ندارن. ببینید من یه تیکه از صحبت‌های شاهزاده رو برای شما پخش میکنم، بفرمایید. ببینید شاهزاده چی میاد میگه. گوش بدید خیلیاتون چون نمیدونید. گوش بدید ببینید چی میگه. بیایم و فرهنگ احترام به عقاید، مقابله با رفتار زشت فحاشی و حتی و براءت از آنهایی که دانسته یا دانسته این رفتار را انجام میدن، تکلیف خودمون رو و خطکش خودمون رو مشخص اعلام. یه بار دیگه براتون میذارم چون مثل اینکه فقط الکی عکس شاهزاده رو تو پروفایلشون گذاشتن، الکی شاهزاده میگن. یه بار دیگه گوش بدید چون مثل اینکه گویا اینا اعتقادی ندارن. یه بار دیگه گوش بدید صحبتاش. بیایم و فرهنگ احترام به عقاید تحلیل بکنم چون فرهنگ احترام به عقاید یعنی چی؟ یعنی اگر یه کسی طرفدارت بود یا طرفدارت نبود یا اگر بهت انتقاد کرد یا اگر ازت تعریف کرد بهش احترام بذاری. این میشه احترام به عقاید. صحبت‌های شاهزاده. این یعنی چی؟ یعنی دموکراسی. اومدی خارج از کشور فقط بلدی دموکراسی رو قرقره بکنی به عنوان طرفدار. یاد بگیر ببین شاهزاده داره چی میگه. یه بار دیگه براتون تحلیل میکنم. احترام به عقاید. خب حالا اگه یکی احترام به عقاید نذاشت اصلا طرفدار شما نبود، من که خودم طرفدارم، اعمال و رفتارم هم نشون میده. خب حالا من اومدم به عنوان یه شخصی اومدم از اطرافیان دارم انتقاد میکنم، شروع میکنن فحش دادن. خب شاهزاده چی میگه؟ اینا هم کف و سوت میزنن، تایید دارن میکنن. اگه تایید نمیکنن که چیز. خب اونایی که توهین میکنن و میگن برو درتو بذار حکومتی اختلاف، اینا کسایی هستن که احترام به عقاید نمیذارن دیگه. پس شما الکی عکس شاهزاده رو گذاشتی تو پیجت، پس الکی طرفدار شاهی، پس الکی میگی من سرباز شاهم. اگه تو سربازی به حرف شاهد گوش میدی. دیگه چی میگه؟ مقابله با رفتار زشت فحاشی و حتی مقابله با رفتار زشت و حتی کی؟ کدوم یکی از افرادی که توی دفتر شاه بودن یک بار برای همیشه در طول تاریخ بشریت یه دونه پست و استوری گذاشته باشه و بگه آقا توهین نکنید؟ قال شاهزاده مقابله با توهین و فحاشی. شاهمون شما فقط از شاهزاده بودن کیف کشی رو بلدید؟ کیفش رو فقط ببرید این ور اون ور؟ نمیشه که. بقیه صحبتش من فکر کنم تیکه تیکه تحلیل بکنم. براءت از آنهایی که دانسته یا دانسته این رفتار را انجام میدن، تکلیف خودمون رو و خطکش خودمون رو مشخص اعلام. براءت بکنیم از این افراد. پس ما باید مثل این که براءت بکنیم از یه سری از این آدما دیگه.
کسی که به من برچسب میزنه به دروغ، بعد من ازش براءت بکنم دیگه. پس من اگر اینجا میام ویدیو میسازم و دارم تجزیه و تحلیل میکنم، دارم مسیر شاهزاده رو میرم، دارم راه شاهزاده رو میرم. اگر غیر از اینه بفرمایید به من بگید، من بدونم آگاه بشم. بعد یه نکته دیگه، ارزه نداشتی تو برلین از ایشون مراقبت کنید. من اصلا راجع به برلین ارزه نداشتید آقا بیاد یه بار آقا کدومتون اومد معذرت خواهی بکنه؟ چرا هیچ وقت راجع به اون آدمی که دستگیر شد نیومدید جوابیه بدید؟ اگر جای اون سس که بعد میان خبر میذارن کنسانتره گوجه آقا این خب آقا سس ریختن، بعد شدید مضحکه آموخاست، آقا سس ریختن روش، کنسانتره گوجه فرنگی. بقیه هم همین قضیه رو دارن وایرال میکنن. اگر جای اون سس روش اسید میریختن، اگر جای اون سس توی دستش اسلحه بود و شلیک میکرد، شما چجور میخواستید جواب بدید؟ ارزه نداشتید ازش مراقبت بکنید. حالا بماند چیزای دیگه، اینایی که من دارم میگم از من الشمس به قول اون آخوندا، یعنی چیزیه که مثل نور روشنه واسه مردم. واسه مردم واضحه. اگه نمیان بگن، اگه نمیان مسیر رو هموار بکنن، به خاطر اینکه آقا یه سری آدم‌های بلاگر انداختید دور اطراف خودتون، بابا گروه تشکیل دادید به اسم هما، نمیدونم گروه تشکیل دادید به اسم نه سازوکار درست، مشاوره درست که به شاهزاده نمیدید که آقا 18 و 19 دیما وقتی این اتفاقات افتاد، شما اگر مشاورین درست این آدم بودید بهش میگفتید آقا تو ایران اینترنت قطع میشه، 100 تا دونه استارلینک میفرستید تو ایران. چرا نکردید این کارو؟ طرف تلویزیون زده به اسم تلویزیون شاهزاده، مالکش که یه آدمی که تا چند سال پیش به شاهزاده توهین میکرد، الان شده کارگردان تلویزیون شاهزاده. گفتم گویا مده هر کی که بهش توهین میکنه شما از ترستون جذبش میکنید که توهین نکنه. اگه گذشته مهمه، پس گذشته خودتون هم نگاه بکنید، گذشته خودتون رو هم ببینید. هر کی هم میگه الان وقتش نیست، الان پس کی وقتشه؟ بفرمایید به ما بگید. شما کنسرتتون رو بذارید، شما کاسبیتون رو بکنید، شما درآمدتون رو داشته باشید. حالا بماند درآمد دیگه ای که شما توی امریکا داشتید. من نمیام راجع چرا من دارم این انتقادا رو میکنم؟ ببین من همون جوری که از اون دزدای داخل ایران دارم افشاگری میکنم، همون جوری که از اون سپاهیای تو ایران دارم افشاگری میکنم، از اون آدمای امنیتی تو ایران دارم افشاگری میکنم، همون جوری که از پتروشیمی ایران دارم افشاگری میکنم و تاوانش هم دادم. بارها و بارها پیج منو زدن، پیجمو هک کردن، ریپورت کردن، مستند ساختن، اموالمو توقیف کردن، برام اینترپل بریدن. این ور قضیه ها رو هم میبینم، من که دارم کارمو میکنم. ولی اگر احترام نمیذارید، بی احترامی هم نکنید. حرف خود شاهه، میگه باید به عقاید احترام گذاشت. ما جز بی احترامی چیزی ندیدیم. من به شخص درود به شرف ایرج مصداقی. برای مثال ایرج مصداقی، بذارید من ببین، امیدوارم بتونم ویدیوی آیه مصداقی رو پیدا بکنم برای شما بذارم ببینید. امیدوارم بتونم پیداش بکنم. البته توی یه سری چیزها رو آدم ببینید، ایشون هم نزدیک شاهزاده‌اند دیگه. آقا مگه ایشون نیستن؟ ایشون یکی از نفرات اصلی شاهزاده‌اند. اومد یه انتقادی به من کرد. اینا فوقش 3-4 روز بیشتر که بذار من پیداش بکنم براتون. راجب اینا هیچ برنامه‌ای برای امنیتی این یکی از اراذلی بود که علیه ما. بذار من پیداش کنم براتون دقیقه شو. آقای ایرج مصداقی ببینید چی میگه.
و ویدیوش هم توی یوتیوب هست، میتونید برید کامل ببینید. بیاید و دقیقه 39. من هیچ موقع نمیگم مزدور رژیمه، از حد بگذرونم، ولی ببینید من این ویدیو رو برای شما بزنم ببینید آقای ایرج مصداقی چی میگن. ویدیوش هم هست، برید اون ببینید. نوکر فرقه رجبی بود، اون و برادرش حسین، اینا عناصر کسی. من هیچ موقع نمیگم مزدور. دقیقه 39 به بعد رو ببینید. این که علیه شاهزاده رضا پهلوی فعاله، چون داموش نمیگیره. نمیدونم حسن دایی، خب نوکرای رجبی بودن. برسیم به اونجا. فرامرز دادرس میتونن اشتباه کنن تو زندگی رسانه‌ایشون، گوش بدید. میتونن اشتباه کنن. حالا من یه چیزی بهتون بگم. من یه بار راجع به این امین فردین گفتم که علیه سلبریتی ها برنامه میساخت و بعد یا یک مثلا باجخایی هایی میکرد و اینا. بعدا این با من یه صحبتی کرد. خب همه امین فردین با من یه صحبتی. ماجرا از چه قرار بود؟ آقای ایرج مصداقی اومدن انتقاد کردن به من تماس گرفتم با یه دوست عزیزی و درخواست کردم که شماره آقای مصداقی رو بدید من با ایشون صحبت بکنم و توضیحاتی دادم به آقای مصداقی، خودشون هم شاهدن و هیچ وقت بهش نگفتم ویدیو منو حذف بکن، هیچ وقت بهش نگفتم عذرخواهی بکن، هیچ وقت بهش هم گفتم شما استاد بنده هستید، سن ایشون از من بالاتر هستش و فقط بهش توضیح دادم. نه بهش گفتم ویدیو رو پاک کن، نه بهش گفتم که، توضیحات کامل بهشون دادم. ایشون لطف داشت تو قسمت بعدی در این ویدیو اومد توضیحاتشو داد. ایشون نزدیک شاهزادن، بقیه هم نزدیک شاهزادن. آدم بده رو میگه بعد خوبه هم بگه دیگه. ببینید چی میگه. و توضیحاتی هم به من داد. هیچ موقع از من نخواست. گفت آقا برای اینکه بدونید و فلان. هیچ موقع از من نخواست که من توضیحاتو بدم. من اصلا به خواست این اون مطلقاً توجهی ندارم. من همیشه به وجدان کاری خودم مراجعه میکنم. نه خیلی هم با من گفتگوی از همون اولش یا خواسته بود شماره‌مو خواسته بود از دوستی که اینستاگرام منو اداره میکنه، از من پرسید، بلافاصله گفتم حتما شماره رو بده. شما میخواد باتون صحبت کنه، گفتم حتما شماره رو بده. ببین من با آدما دشمنی که ندارم که. بعد با من صحبت کرد، دیدم راست میگه. و اون چیزی که من راجبش گفتم، حالا ممکنه که نه حتما این از طریق برخورد با سلبریتی ها یا با به اصطلاح افشاگری علیه اونها کلی فالوور بر خودش جمع کرده یا استفاده مادی بد براش داشته، چون دیده میشی، یک شبکه تو رو میشناسنه، فالوور پیدا میکنی و بعد از این طریق میتونی درآمدزایی کنی. خب این آره میتونه باشه، خب و بوده، ولی این که باجی گرفته اینا نکرده. خب نکرده. به من سندی نشون داده ها، توضیحاتی به قول دوستان، ولی خداوندگار جعل خبره. این داره توضیح میده اون میپره تو حرفش. میذاره که بله کنشاره بگیره. آره ممکنه. ببینید این یه بحثی میخوام بتونین اینو بگم و اونا دیگه شیوه کاری ایناست، شیوه کاره. ملاحظه میکنید جوابشو داد درست خودش. مثل یه فروشگاه میمونه. چجوری فروشگاهه میاد؟ چون آقای ایرج مصداقی آدم کهنه‌کاریه در خبر و کهنه‌کاره در تحلیل و اینا، اون میفهمه این پرده تو حرفش میگفت جعل خبر. باشه ما چه خبری رو جعل کردیم آقای اسماعیل پور؟ برچسب نزن، فکت بیار. این خبر رو جعل کردی. ببین داستان اینه دیگه. فرق یه آدم کهنه‌کار و کهنه سیاست
با بقیه مشخص میشه. درود به شرفش. آقا من اونو میگم اینم میگم دیگه، بعد بدر گفت خوبرم گفت دیگه. کاملا من 2 ساعت برای مصداقی توضیح دادم، 2 ساعت خورده ما با هم تلفنی صحبت کردیم. 1 ماه و نیم پیش هم این صحبت بود. من تا این لحظه اصلا اومدم بگم که ایشون ویدیو برای من گذاشته، یکی از 6 نفر اصلی اطراف شاهزاده هستن. همه توضیحات هم من به ایشون دادم. سوالاتی هم ایشون داشت تو ذهنش بود و من سوالات ایشون رو پاسخ دادم. چرا بقیه اطرافیان شاهزاده این اتفاق براشون رقم نمیخوره؟ آقا یه زنگی بزنید، یه ارتباطی بگیرید، یه صحبتی بکنید، ارتباطی که با عالم و آدم و دنیا بستید. برای خودتون هم یه سپر درست کردید، هر کی که به اطرافیان شاهزاده حمله بکنه بعد بهش حمله بکنه. این نمیشه. این منافات داره با صحبت‌های شاهزاده. این منافات داره با راه شاهزاده، با این گذاری که ما داریم بهش نگاه میکنیم. به قول آخونده لذا باید به این مسیر بریم که تحمل بکنیم شنیدن حرف حق رو. نه اینکه یه کسی یه حرف حق زد و با تفکر ما متفاوت بود نشیدش بگیریم. چون آقای حمید فرخ نژاد تا قبل از اینکه از ایران بیاد بیرون من فالو داشت. اصلا من یه مستند برش ساخته بودم، پاش رسید امریکا ما رو آنفالو کرد. چرا؟ چون رفیق شبیقش برزو ارجمند و ایکس و وای زد گفتن اوه این آدم باهوشیه، بعد آنفالوش کرد. آقای فرخ نژاد شما با حرف یکی دیگه سرد میشی، با حرف یکی دیگه گرم میشی، بعد خودت گروه هما رو تشکیل دادی. مشکل اینجاست یه عده چون از دید خودشون یه موضوع رو میبینن فکر میکنن که همه هم بعد همون موضوع رو ببینن، همون نگاه رو ببینن. در دوسلدورف اصلا از من هفته قبلش دعوت کردن که آقا بیا اونجا سخنرانی بکن. گفتم آقا من رسانه دارم، مثلا سخنرانی نیستم. هیچ وقت نیومدم اینو به مردم بگم که اصلا می‌خواستن منو به عنوان سخنران ببرن که تهش این بود که آقای شاهین نجفی با عقده از قبلش نمیدونم از کجا فهمید من میخوام بیام تو دوسلدورف، گفته بود که اگر این بیاد من نمیرم رو استش. بابا شما دیگه ته آدمای عقده‌اید. امیدوارم تو مسیرتون موفق باشید. حتی اگر موفق باشید، ولی بهترین قاضی مردمن. کامنت های زیر این ویدیو بهترین قاضیه برای مردم. میتونید بخونید کامنت های همدیگه رو، نظرات همدیگه رو بخونید. راه شاه میگه که باید به همه احترام گذاشت، به انتقادها احترام گذاشت، به همه چی باید احترام گذاشت. توی که عکس شاهزاده رو میذاری، شاه میگه، شاهمون داره میگه که آقا اون اطلاعاتیه رو باید جذب کرد، اون امنیتیه رو باید جذب کرد. بعد تو به ما برچسب میزنی بدون سند و مدرک. اون یکی میگه آره این توی آلمان نمیدونم داره بگم والا. یه خط میگم از آخرش، خیلی نمیخوام پر حرفی کنم. اگر پشت حرف شاه نباشیم، اگر پشت مسیر شاه نباشیم، مثل زن زندگی آزادی و مرد میهن آبادی شکست خواهیم خورد. ما باید از گذشته درس بگیریم. ما باید از گذشته یاد بگیریم. ما باید تحمل بکنیم انتقاد رو و از انتقاد استفاده بکنیم. من آقای ایرج مصداقی بهم انتقاد کرد، زنگ بزنید ازش بپرسید. گفتم من با دید منت انتقاد شما رو قبول میکنم. به من یاد بده که مسیر درست چیه. بپرسید از آقای مصداقی، بگید من به این حرفو بهش زدم یا نه. بهشون گفتم شما استاد منید، شما کهنکار و پیر خبرید. اگر شما فکر میکنید من دارم مسیر رو اشتباه میرم، اگر شما فکر میکنید من دارم راهی رو اشتباه میرم، به من بگید. این که ایرادی نداره من اگر یه چیزی رو نمیدونم بیام بگم نمیدونم. این که دیگه ادعا نیست که
خاله بازیه مگه؟ این که آقای مستقی که از نزدیکان خودتونه، برید از ایشون بپرسید. این حرف منه. آدمایی که نزدیک منو میبینن و با من هم کلام میشن، من همیشه بهشون این حرفو زدم و گفتم آقا اگر فکر میکنید من دارم یه جایی رو اشتباه میرم، به من یاد بدید. من آدمیم که یاد میگیرم. من آدمیم که اگه یه شخصی توی یه کاری تجربهش از من بیشتر باشه یا تجربهش از من کمتر باشه، اگر ببینم داره راست میگه، اگر ببینم داره درست میگه، من به حرفش گوش میدم. ولی تحلیل و نگاه خودم هم میگم که چرا مثلا آقا ما 10 سال پیش یه حرف زدیم، قضیه مال 7-8 سال پیشه، اومدم گفتم که آقا بانک آتیش نزنید. اومدم گفتم که آقا تخریب اموال عمومی نکنید. ویدیوی 7-8 سال پیش من آوردن، ببینید این آدم سایبریه، این اومده گفته بانک آتیش نزنید. عزیز من، اون حرفی که من 8 سال پیش زدم فکت براش داشتم. گفتم اونجا پل دوربینه، میگیرن پاپیونتون میکنن. ولی الان میگم که آقا اگر دیدی یارو تو بانک، برو خشتکش پرچم کن، چون از توی بانک تو رو هدشات میکنه. اون موقع که از تو بانک به تو شلیک نمیکردن، که الان از توی بانک به تو شلیک میکنن. اون موقع تخریبه یه معنا داشت. هر چند میگم، یا مثلا اومدم آقا یه ویدیو گذاشتم چند ماه پیش، گفتم آقا من با جنگ مخالفم، فکتم آوردم براش. گفتم آقا جنگ ویرانی هایی به بار میاره که سالیان سال ممکنه که نتونیم ما اونا رو جبران بکنیم. تأثیرات جنگ و ترس از جنگ رو از کسایی بشنوید که شبها با شکستن دیوارهای صوتی و شبها با شکستن شیشه ها یا با استرس ها میخوابیدن در زمان جنگ. آدم هایی که تو مناطق جنگی بودن، برید ازشون بپرسید. گفت آره این اومده گفته من ضد جنگم، پس این طرفدار آخوند هاست. آقا خود شاهزاده گفته که عقاید مختلف رو بشنوید. بعد از اون طرف هم گفتم که آقا یه حکومت دیکتاتوری گاهی وقتا باید با جنگ بره. یعنی شده ماجرای خر ملا. طرف با خرش رفت تو خیابون، گفتن که نگاه کن خره رو کشیده سوارش نمیشه، این از اون خره خرتره. سوار خره شد، گفتن که نگاه بکن چه آدم پوفیوزیه، داره از خره خرسواری میکنه، این طرفدار حقوق حیوانات نیست. سوار خره شد، خره پیاده شد، گفتن که ببین شما هر کاری که بکنی میشه خر ملا. اومدم گفتم آقا ماجرای مدرسه میناب، زدن مدرسه میناب از هر کسی از سمتی و هر سمتی باشه، من باش مشکل دارم. چرا؟ چون یه عده بچه بیگناه کشته شدن، بچه که اطلاعاتی نبوده، بچه که امنیتی نبوده، بچه که سپاهی نبوده، بچه که بچه بیت نبوده، که آقا یه بچه بیگناه طفل معصومی بوده کشته شده. فرقی نمیکنه چه جمهوری اسلامی زده باشدش، چه امریکا زده باشدش، چه اسرائیل زده باشدش، اون بچه بیگناهه که کشته شده. من طرفدار اون بچه‌ام، من طرفدار اون مادریم که جگر گوشش کشته شده. نه مینابو چون جمهوری اسلامی داره میگه، تو هم داری میگی تو طرفدار جمهوری اسلامی. اینقدر یه سری آدم ها بیرحمن، اینقدر یه سری آدم ها چه میگم بهش، بابا طرف جگر گوشش کشته شده. بعد اومدم گفتم آقا من همون جوری که کشته های 18 و 19 دی ماه برام قابل احترامن و دلم برای خانواده هاشون کبابه، کشته های زمان مهسا امینی هم همینطور، کشته های آبان 88 هم همین، آبان 91 92 هم همینطور، کشته های 88 هم همینطور، کشته های 78 هم همینطور. و همچنین کسایی که سال 67 68 به اصطلاح خودمون شهید شدن، برای اونا هم من قابل احترام براشون قائلم. ببین این اسم شهید آورد. بابا خود شاه موقعی که جنگ ایران و عراق شد گفت من حاضرم لباس خلبانی تنم کنم و برم علیه کسی که بر ضد خاکمه بلند شم و جنگ بکنم. بابا سخن شاه، شما مثل که تاریخو نمیخونید. اون زمانی که اینا سال زمان جنگ رفتن شهید شدن،
اون موقع که بحث دزدی نبود، اون موقع که بحث رانت نبود، اون موقع که بحث آقا و آقازاده نبود، اون موقع بحث مام، میهن و وطن بود. بعدش یه عده بعد از این جنگ گفتن ما سردار سپاه شدیم، ما سردار ارتش شدیم، ما فلان شدیم و از این قضیه سوء استفاده کردن. طرف داشت رو به گوجه فرنگی درش رو باز میکرد، بمب خورد دستش برید رفت جانبازی گرفت. خاطرات جنگ رو بعد بیاد برید بشنوید از بابای خود من. پشماتون میریزه حقایقی از جنگ میگه. یعنی شما هر چیزی رو که میگی اینا وصلش میکنن به یه سمتی، چون در مقابل فهمیدن مقاومت میکنن. چون من دارم یه مسیر دیگه نشون میدم، این ضد پهلویه، این ضد شاهزاده است. چرا؟ چون دارم از اونا انتقاد میکنم. این طرفدار جمهوری اسلامیه، این طرفدار، یعنی فقط بذاریشون اینا برچسب بزنن. به من نه، به هر کسی که آقا شما کاری نداره، یه گوشی، یه پیج اینستاگرام، یه چیز مفته دیگه، برو کانال بزن تو هم ویدیو بساز. کسی از شما هزینه نمیگیره که. آره این ببین داستان اینه دیگه، این توی آلمان نشسته داره پولشویی میکنه برای جمهوری اسلامی. خیلی حرف دارم چون من معمولا با هیچ کسی مصاحبه نمیکنم، چون من خودم رسانه‌ام. بله، دستگاه اطلاعاتی امنیتی آلمان نمیدونه، سیستم مالیاتی آلمان نمیدونه، تو میدونی من اینجا نشستم دارم پولشویی میکنم؟ بابا تو آگاهی، اینا آگاه نیستن. یا من با علی کریمی ویدیو کال کردم، عکسو گذاشتم توی پیجم. کمپین علی کریمی کجاست؟ اینا عکس طرفو فتوشاپ کردن. بابا چی بهت بگم؟ علی کریمی منو فالو داره، من علی کریمی فالو دارم. تو ویدیوی قبلی من گفتم اینقدر تو کودنی، میگی من دارم از اون سوء استفاده میکنم، خودش منو نمیبینه؟ مگه علی کریمی با کسی تعارف داره؟ علی کریمی کسی بود که با بابای خودش قهر کرد به خاطر اینکه خواهر خودش یه سری دروغ و خزعبلات اومده بود توی تلویزیون گفته بود راجع به علی آقا. مگه با کسی تعارف و شوخی داره علی کریمی؟ برای هر چیزی یه داستانی و یه حرف و حدیثی رو بلدن بسازن. اومده بودن چت علی کریمی رو منتشر کرده بودن همون اطرافیان شاهزاده. کی یه پسری نمیدونم به اسم رضا کیکی مسئول نمیدونم انجمن ورزشکاراست. علی کریمی گفت بابا کثیف‌ترین کار اینه که تو بیای حرفای خصوصی رو استوری بکنی. بعد ورشته بود یه تیکش رو بولد کرده بود، به دروغ وایرال کرده بودن، چتو گذاشته بودن. بعد الان میان حرف از آشتی و اتحاد میزنن. اتحاد زمانی اتفاق میفته که شما خلاف مسیر و خلاف جهت یک آب حرکت بکنی. ما که مسیر آبو داریم میریم، ما که داریم با دروغ مقابله میکنیم، ما داریم با بتسازی مقابله میکنیم. منی که دارم این حرفو میزنم میشه خلاف جهت بودن؟ میشه مخالف اتحاد بودن؟ اونی که داره سوء استفاده میکنه از خون جوونا و چیزای دیگه که حالا توضیح دادم اول این ویدیو، اون میشه قدیس. حرف زیاده، حالا سعی میکنم که توی ویدیوهای بعدی راجع به این قضایا صحبت بکنم که راه و مسیر پاک بشه. شما اگر سواری ماشین هستی و داری رانندگی میکنی به سمت یک هدف، برای آزاد شدن یک جامعه با شیشه کثیف نمیتونی رانندگی بکنی. اول باید شیشه تمیز بشه. شما پرقدرت ترین ماشین رو داشته باشی، شما بهترین ماشین رو داشته باشی، شیشت کثیف باشه جلو رو نمیبینی. اول باید شیشه پاک بشه، این غبار از روش برداشته بشه. میگن که نه بذار این مسیر رو بره، رسیدیم ته مسیر شیشه رو پاک کنیم. بابا نمیبینه طرف جلو رو. اینا پارازیته، اینا کثیفیای روی شیشه است، اینا باید پاک بشه. این اتفاقات باید گذاشته بشه کنار. ایناست که داره به سیستم پادشاهی ضربه میزنه. آبو بپاش، پاک کن این غبار رو، پاک کن این کثیفیه رو.
تا مسیر درست رو ببینی. یه سوال دارم، یعنی شما فکر میکنید که اینا خودشون رو نمیدونن؟ یعنی به این نتیجه نرسیدن این چیزایی که من گفتم؟ کدوم تیکش مشکل داره؟ کدوم تیکش ضد پادشاهیه؟ کدوم تیکه از این حرفایی که من زدم حرفایی که جمهوری اسلامی میخواد؟ کدوم تیکه این از حرفایی که من دارم الان میگم در طول این 1 ساعت دروغه، افتراه، تهمت، برچسبه؟ اما هر چی اونا راجع به من گفتن دروغ بود، افتراه بود، برچسب بود، بی سند و مدرک بود. ما که هر چی گفتیم با فکت بود اومدیم گفتیم. دیست کنید دیگه، بگید آقا این دروغ بوده، برچسب نذارید از این کار این با جمهوری است. نه، فکت بیار، فکت بیار عزیز من، نه برای من. شما که از اون قاضیای دادگستری توی ایران، از اون قاضی صلواتی که بدترید، طرف رفته تو خیابون سطل آشغال آتیش زده، طرف رفته تو خیابون قاضی نشسته جلوش امضا اعدام، امضا اعدام، امضا اعدام. شما مثل اونایید، امضا حکومتی، امضا اطلاعاتی، امضا تفرقه انداختن، امضا با جمهوری اسلامی، امضا فلان، امضا. دقیقاً همون کاری که قاضی صلواتی داره میکنه. بعد شما فکر میکنید منی که نشستم اینجا دارم این حرفا رو میزنم بقیه نمیدونن؟ بقیه نمیگن این حرفا رو؟ بقیه نزدن؟ به گوش من نرسیده؟ به گوش خودتون نرسیده؟ چون جرأتشو ندارید، نمیخواید بگید. موفق باشید. امیدوارم که حال دل هممون خوب باشه و مسیری که داریم میریم به سمت حقیقت و حق باشه. خیلی مخلصم.